خب سلام و درود، چطورید بچه ها؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز آمدیم با یه گیم متفاوت به نام کرایم سیمیلیتور، گیمی که این روزا خیلی ترند شده و خودم هم مشتاقم بازیش کنم ببینم که چجوری هست و اینکه خودم چون که گیم پلای آره کیکستار که دنبال میکنم از این بازی خوشم اومد و گفتم که چه بهتر که بیام خودم گیم پلیشو بگیرم و از این چه بهتر که بیام برای شما هم این گیم پلی رو بذارم تا هم من بتونم از این گیم لذت ببرم هم شما. و اینکه خیلی خب حرف بسه، بزن بریم سراغ گیم. اوکی، خب ما از زندان آزاد کردن و میگن که این بیل پید بای خب علی کلاس. خب اینو که امضا میکنیم، مجبوری امضا کنیم قراردادی که ما رو میبرن بیرون، ولی خب با قیدیه که ما باید دزدی کنیم و واسه اینا پول بیاریم و آره دیگه. خب کی بزن بریم سراغ ویدیو. As we discussed previously, you have to pay off your debt in various not-so-moral ways. Steal things from people, complete jobs for cash and all the other stuff. Good luck. خیلی خب میگه که تو باید این بدهیات رو پرداخت کنی، به بیس خوش اومدی و این حرفا که باید این دوزی هم کنی. سیمپل لاک پیک. من یه چیزایی چون که گیم پلی دیدم بلدم خب، ولی خب نه اونقدر مثلا چون که گیم پلی رو فیکسور دنبال میکردم یه چیزایی بلدم. اینکه بریم ببینیم که چیا میتونیم از این شهر بدوزدیم. اوکی مالیم داخل شهر و اینکه بریم دزدی کنیم ببینیم چیا نصیبمون میشه. یه پلیس اینجا همیشه دور میزن. این پلیسی هست؟ نه این پلیسی نیست. باز میشه باز کرد مناسب. اوه به اولین ترای. Run. خب این دنبال ماست. بچه اوضاع خیت شد. پلیس هم که دنبالمونه همینجا پارک کرد. چی فرار کن. خب تو درد سر افتادیم که البته فرار کردم. به من میگن دزد مهار. Nice. دوباره از کنم سوشال بازی کنم. نمیده اینجا چیه؟ نمیده داخل شده. خب حالا ولش کن، بیایم اینجا رو ببینیم اینجا چی داره. سنگ رو برداریم. اوکی اینه که رفت. Run. بابا دلم کن تو از کجا بمیر دلم کن بابا، دلم کن. پلیس میاد. نمیمرد به خدا که دنبالم بیای میزنم میکشم. بیا اینجا. ها زدمش. پلیس چه فدا سرتون اشکال نداره. 2 روز فرصت داریم، 2 روز بعد $1000 بزنیم.
با این سیمپل لاک پیک هم که ای خدا اشکال نداره دوباره بیا دوباره میریم دزدی کنیم و انشالله که این دفعه خوب باشه. بچه ها میبینم که مدارسم باز شده و اینکه خودم هم میرم، خودم هم باید مدرسه برم، ولی خب دیگه سال آخرمه و آره دیگه بعد کنکورم که هست و بعد وقتی کنکور و اگه میبینید دیر ویدیو میذارم اینه که من کنکور دارم و دستم و آره دیگه کنکور دارم و چند میتونم ویدیو بذارم، ولی خب سعی میکنم که در هفته 2 تا ویدیو داشته باشم. و اگه از این گیم خوشتون اومد لایک های این ویدیو به 5 تا رسید بابا دیگه داشتم صحبت میکردم، اگه لایک های این ویدیو به 5 تا رسید میریم برای پارت بعدیش و دیگه حمایت کنید دیگه، من برای شما ویدیو میسازم و در این وضعیت که شما هم لطف کنید بابا دیگه انقدر زنگ نزن به پلیس مرد حسابی. داشتم میگفتم مثلا اینجاست. خب آره دیگه بچه ها حمایت کنید، واقعا به حمایت شما نیاز داریم، جدا نیاز داریم، چون تا وقتی که شما نباشید کانتنت کریئتوری هم وجود نداره که بتونه ویدیو بسازه، چون شما تا حمایت نکنید ما نمیتونیم مسلما شما ویدیو بگیریم. آره دیگه بچه‌ها خیلی خوب، این خونه هم که انگاری نمیشه ازش دوزه کرد. این خونه رو ببینیم که میتونیم یا نه. اینکه بچه‌ها هر چیزی که می‌بینید به هم بگید، چون که من زیاد از این بازی سر در نمیارم، که بهتونم که گفتم من چون گیم پلی های ایکلیپس رو دیدم پلیس من گیم پلی های آریتریکس رو دیدم یکم بالی شد که هر چی میتونید بگید و کمکم کنید، چون که واقعا چیزی زیادی از این نمیدونم. اینکه ممنونم از شما برای حمایتتون. میبینه من خب انگاری اینم نمیشه. اینجا چیه؟ اوه دلم کن خوبه داری چیز داری آیفون خونه رو زدی. اون نمیشه باز کنه. این مرده همینجاست. این چیز دیگه نمیتونم از اینجا برم. برو نزن منو بابا. پلیس هم اومد آشو کنم مردم بچه، فکر کنم مردم. انگاری که زنده در اومدم خدا شکر. برو بابا دیگه ولم کنید، ارزش نداره. یک دونه آیفون زدم فقط، البته یک دونه آیفون خونه رادیو هم زدم، 2 ستاره کردم.
این خط قرمز چیه؟ You're not going anywhere. Turn around while you still can. باجی نمیذاره برم اون ورتر. پلیسه که داره میاد دنبالم. میتونم اینجا قایم شم نه؟ بله. البته ندیدن منو. خب این دفعه هم قصر در رفتم. ولی خب فکر کنم دیگه دفعه بعدی وجود نداره. وا انقدر اینا چرا انقدر خونن خدا. یارو باز اینجا زنه اینجا بود. پیرمرده رو نگاه کن. فکر کنم زنه رفت اونجا. دوباره باز من رو دیدم. این پلیس هم اینجاست. این پلیس هم اینجاست. بابا ولم کنی. 3 نفر دنبال منن. اینم پلیس 4 نفر. اینم زنگ زد به پلیس. 2 ستاره شدیم. با چقدر سخته این گیم. فکر نمی کردم انقدر سخت باشه. پلیس از این ور اومد. استاپ بای کار کامera. اوه ماشینشون هم کامera داره. استاپ رایت دیر. باز کی منو دید؟ ولم کنی. بچه خوبی هم. خیلی اوضاع خیجه. خیلی اوضاع خیجه. بچه خوبی میشن. تو خدا ولم کنی. به خدا ارزش نداره یه بطری شراب و شراب و آیفون و رادیو و یه آیفونی ارزش اینا رو نداره. ولم کنی. خسته شدم بابا. ولم کن پلیس. غلط کردم. و چی هنوز دنبال منه. این ولم نمی کنه فکر کنم. ولم کن. شب شد. این پلیس هم اینجا منو دید دوباره. همینجوری فقط باید بدم. یه وایس هم من میگیرم. ببین میتونم برم توی خونه وایسم. دیدن منو. اینم از این ور. خدایا بس دیگه. صبح شد. بذارید من لازمه انجام بدم. دوباره زنگ زد به پلیس. تو میخوای 3 ستاره کنی منو مگه؟ سر صبح شد هنوز دنبال منن اینا. ولم کن. منو دید دوباره. ببین من این دفعه میرم پشت این کاری میشم. تو غلط کنی بیای دنبال من. خدا شکر. خب یکی که ستارش رفت. خدا شکر. فعلا کنید دیگه 3 ساعت دنبال من این شما. خدایا اینو نگاه کن دوباره. اینو نگاه کن دوباره. اینو نگاه پلیس. خدایا اینجا رو نگاه کن. چجوری الان اینو دنبال منن هی. ولم کنید خدا وکیلی. ولم کنید بس دیگه. صبحم داره خورد میشه. دوباره زنگ زد پلیس.
ولم کن ولم کن، به خدا غلط کردم، من دیگه دزدی نمی‌کنم. پایین شدم. خب جین منو نبینه. خودش رو که ولم، باز منو دید، جیغش در اومد، کاش باز منو دید. لحظه فاز پیش رو گرفت. ولم کن دیگه، داره میاد اینجا. دارم میتونم وسیله‌ام بذارم. چقدر شدیم؟ قیمتی هم ندارم اینا. برو بخواب دیگه، بابا من خسته‌ای. ولی دنبال من. ببین الان یک چوب بزنم تو رو. الان ببین 11 ثانیه مونده. خب توی وش حالا اشکال نداره، ولی خب با یه دونه منو کشت. یه روز مونده. الان خوب وسیله اینجا ما هستن. آره حاجی نیستن وسایلام. بابا من اینا رو گذاشتم اینجا. گذاشتم دیگه وسایلامو. گذاشتم مگه؟ این دفعه دیگه ببین میخوام دزدکی پلیسی برم. خب یه جوری میخوام برم که هر چی وسایل اونجا هست رو میدزدم. بالای $2000 دزدی میکنم. حالا ببین خب حالا باش بریم. ببین این ور اون ور نمیدم، من این خونه رو دزدی میکنم. حالا ببین خب این دوربین داره فکر کنم به سنگ بردارم بزنم دوربین رو بیارم پایین. خب من اینجاست، داره میاد اینجا. من این شیشه رو بشکنم. خب نفهم چرا جالب. برو 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 برو. فهمیده من اینجا هم. منو دید؟ نه ثانیه آخر دید منو. کاری نداره. برو. برو بالا. شما من غلط کردم. نمیرفت، به خدا نمیپرید. اوه جون سالم به در بردم آجی. چقدر این بازی استرسیه. برید خدا وکیلی دنبال من نیایید دیگه. خب از دست اینم فرار کردم. هیچی ندازیدم من. بابا این دوربین داشت. خب این یارو اینجاست. خب من داره دنبال من میگردم. من برم. پلیس رو نگاه کنی هنوز اینجاست. اعصاب آدم خورد میشه تو این بازی. من باختم. خب چی باختم که دوباره زنگ زد به پلیس.
ای یا کجا فهمید من اینجا؟ وای حاجی پشمام حاجی چجوری نفهمید من اینجا؟ اصلا چجوری فهمید من اینجام که اومد اینجا بعد باز دوباره نفهمید؟ یکی دیگه داره میاد فکر کنم. اینجا باز کرد advanced like picking required skill. کیه داره میاد اینجا؟ این الان کجا وایستاده؟ اوه خالی رجه. اوه که نه گوشیه تلفن ببین میتونم این الان بکنم. اوه میتونم برم از اینجا. این چیه؟ اسکیل نمیتونم بخونمش که فکر کنم بیدار شد. بلند شو بیا برو من بذار دزدی رو بکنم. خب رفت برو آفرین برو. این از کجا فهمید من اینجام؟ بابا ولم کنید دیگه ولم کنید مردم من. باجی خیلی سخته این بازیش. من گیم پلیش دیدم اونقدر سخت نبود. خب باختم دیگه. بکش منو بکش منو. بکشید مرا بکشید. اوه چه جا خالی دادم ولی مردم. اوه اینا چی نه؟ Game or difficulty increases turn credit by 50. golden card unlock. اوه میتونم آنلاک کنم. خب اینجا که فکر کنم میتونم قفس‌های زیادتری بذارم. اینجا دیفیکالتیشو میذارم باز کنم و این به نظر من 149 تا پوینت گرفتم. چه اتفاقی افتاد؟ بس آنلاک اینجوری آفولی و کم بدارم یو حرف نزن بابا. این دفعه میرم دزدی میکنم بدجور. فقط ببینید چجوری دزدی میکنم. به من میگن علی دزد. نه به من میگن دزدلی. به من میگن دزدلی مرد حسابی. از سر کیو شیره به مالی. یک جوری من دزدی کنم. فقط ببینید که من چجوری دزدی میکنم. به من میگن دزدلی باباجان. مثلا ای خدا. خب بیا اینجا. این از این. خب دارو رفتم برو داداش برو. الان زنم دزدی میکنم تمام اموالتو میبرم. اینا باید من بش کنم چیزای خوبی داره توش. چی نداشت. اوه لپتاپ پول. اوه واجی خراب کرد. ببین سنگ بده بهم.
اینو نمیشه باز کرد. خب میشکنم الان نفهمیده یعنی. آره ای شیطون چیه آها تله رو باز کرده. خب این چیه تیوی از این درایور تیویه. اینجا چی هست داخلش؟ با 2 بار باز کردم به من میگن دزدری آمده حسابی. این چیه؟ پروژکتور باتری. خب من باید یکی بندازم سیمپلاکی که لازم دارم. خب چی اونقدر به درد نمیخوره؟ من شیشه رو میندازم اینجا سیمپلاکی خوره من فکر کنم رفت. خب بیا بریم اینا رو خالی کنه. ببینید دیدی گفتم به من میگن دزدلی. دفعه دیگه حرفه‌ای دارم میرم دزدی میکنم. خب $100 $75 $119 $28. به نازم من این خونه رو لخت میکنم. هر چی وسایل داخل اینجا رو میبرم. حالا ببین به من میگن دزدلی مرد حسابی. اینجا چی داریم؟ هر چی داری باز کن بده من. چی نداره؟ تو از ما فقیرتری که. خب اینجا من شیشه شراب بردارم بذار تکمیل بشه. خب اینجا رو که لوت کردم لختش کردم. اینجا بریم توش دیدی خیلی باید دب باشه. خب چه بردارم. خب چی نداره. پول این نمه رو باید باز کنم 3 سال. ولم کن چی نداره. این نمیشه بردارم. اینم میشه بردارم فکر کنم. آره اینم میشه. اینم میشه. من فعلا اینو بردارم. چه بندازم؟ چی شانس رو میشه ببرم اینو دیگه. آره بپر میشه. چه من فکر کنم فهمیدم. اینو میندازم اینجا. دوباره بر میدارم این بر میندازم. میرم بالا بر میدارم. خب یک اینم بردارم بندازم. خب برو بریم. دزدی کردیم مرامی. برید تعریف کنید بگید دزدلی چه دزدی بود. برید تعریف کنید واسه دوستاتون که من چه دزدلی چه دزد مکاری بود. چند دلاست؟ $200. بود پول به مشا من میخوره. اینا رو خالی کنم. بود پول به مشا من میخوره. چند دلار؟ $40 $50 $50 و
$40 کم بودم ولی خب کفایت میکنم. اینا رو بردارم که اینجا من فکر کنم $200 بشه دیگه. $200 شد، اینم با $200 بشه دیگه. $230. ببین اینجایی که ما قرصش دادیم فکر کنم آره یا نه، یک سر دیگه میرم اینجا. خب اگه چیزی داشتی برمیدارم، نداشتی که دیگه خداحافظ. ببین من اینجا رو رفتم، داخل اینجا هم رفتم، داخل اینجا نرفتم نه چرا دیگه اینجا هم رفتم من. این خراب شد دیگه، چی نمیشه دزدید که خب آقا اینجا که سرش گرده، من باز کردم تموم شد اینجا. خب بریم خونه های بعدی. بریم اینجا یا اینجا؟ اینجا میریم. سنگ بده به من. سنگ هم نیست اینجا. سنگه نه بذار صبح میشه روشن شد. باز کن در باز کن. صابونه اومد 2 بار. اینم بسته است چرا خدا میشه برداشت. خب اینجا که خیلی سوسکی فرار کنه. بیایم اینجا، من اینم بزنم بشکنم. بوده بشکن. آفرین. خب دیگه چیزی نمیخوام فعلا. خب چند دلاره؟ $50 بود. چی اینم نمیتونم باز کنم. دقیقه دوربین. بودو دیدن منو. زنگ نزن فقط، تو رو خدا زنگ نزن. من رفتم. ببین رفتم، من زنگ نزن. رفتم دیگه. تموم شد. من رفتم. دیدی کو باید باشه. این انصافا زیاد دزدیدن. $200 بود. خب از اینم که زدم. میزنه که داخله. خب اونجا چیه؟ الان بچی داری زنگ میزنم. زنگ نزن. فرار کن. من فرار کردم. خداحافظ. نه علی اینجا بود، نه دزدی اینجا بود، نه هیچ کس اینجا نبود. خداحافظ. سلام برسون. خب اینجا رو میکسر. با دیگه هور چی میگی تو؟ بیا برو دنبال تفریحه. 50 ثانیه. ببین چند 50 ثانیه مونده دیگه. ولم کن بذار تموم بشه. خب تموم میشه به نظره. چند ثانیه مونده؟ 34 ثانیه. تمومه دیگه.
دقیقا میشه یکی ازت بدزدم و زنگ میزدی. حالا که زنگ زدی میگم از این میدزدم. فقط باز کن سریع. پول بردار بنازم. اوه به خوب دزدیدم. خیلی خوب. ببین 2 روز فرصت داریم. خب من اینو میتونم باز کنم. نمیشه. من این وسایل رو خب میذارم اینجا. فعلا نمیفروشم، نمیدم بهشون. 2 روز وقت دارم. خب تو این 2 روز میرم بیشتر وسایل بیشتری میدزدم. بعد داره دیگه. بعد میرم دیگه باز بیشتر میدزدم. اوه من اینا رو بذارم سر جاشون. این دفعه خوب دزدیدیم. این دفعه دزدری مکار شد. دزدری شیطون. خیلی خوب بچه‌ها، امیدوارم که از این گیم پلی خوشتون اومده باشه و حال کرده باشید با این بازی. من که خودم خوشم میاد از این بازی و اگه دوست دارید سریعتر پارت این بازی رو ببینید لایک های این ویدیو رو 5 تا برسونید و بریم برای پارت دوم. و اینکه لایک و سابسکرایب و کامنت و اون زنگوله سابسکرایب هم فراموش نشه. در ضمن هر چیزی که یاد دارید درباره این بازی لطفا بهم بگید تا راحت‌تر بتونم بازی رو انجام بدم و بیشتر از این بازی بفهمم. و اینکه من همه کامنت ها رو میخونم و خیلی ممنون که این بازی رو تماشا کردید و ویدیوی منو تا ویدیو بعدی. فعلا خدا حافظ.